یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کس نبود. در زمانهای قدیم یه پادشاهی زندگی میکرد که چند تا دختر زیبا داشت. کوچکترین دختر پادشاه از بقیه دخترها هم زیباتر بود، هم باهوشتر و هم بازیگوشتر. کنار قصر این پادشاه هم یه جنگل انبوه و بسیار قشنگ بود که یه برکه‌ای هم داشت. یه روز دختر پادشاه تصمیم میگیره که برای وقت گذروندن بره به جنگل. میره و کنار برکه میشینه و یکم که میگذره حوصله‌اش سر میره، میگه یکم بازی کنم با خودش. یه گوی طلایی داشته و داشته باهاش بازی میکرده که یهو گوی سر میخوره از دستش و میفته تو برکه. خلاصه دختر که میبینه برکه هم عمیقه و نمیتونه هیچ کاری بکنه، شروع میکنه به جیغ زدن و گریه کردن. یه قورباغه مهربون که توی اون برکه زندگی میکرده صدای دختر رو میشنوه و سری میاد بیرون. میگه چی شده؟ دختر براش تعریف میکنه. قورباغه میگه خب این که قصه نداره، من میرم و برات گوی تو میارم، ولی یه شرط دارم، هر چی بخوام بهم میدی؟ دختر میگه آره، هر چی بخوای من بهت میدم. لباسامو بهت میدم، مرواریدامو بهت میدم، جواهراتمو بهت میدم، تاج زرینمو بهت میدم. قورباغه میگه نه، اینا به درد من نمیخوره. تو بیا منو با خودت ببر از این برکه و با من دوست و همبازی بشو. دختر تو دلش میگه این که قورباغه است، بذار بهش بگم باشه. بعد گویمو که داد منم میرم، اینم یه ذره که بگذره یادش میره. به خاطر همین قبول میکنه. قورباغه هم که از فکر دختر خبر نداشته یه جست میزنه توی برکه و خلاصه گویو میاره و میده به دختر. دختر گویوت که میبینه ذوق میکنه و 2 تا پا داشته 2 تا پا دیگه هم قرض میکنه و الفرار. هرچی هم که قورباغه پشت سرش میدوه و داد میزنه و اینا که وایسا، دختر انگار اصلا صدای قورباغه رو نمیشنیده. خلاصه دختر میره خونه و اصلا یادش میره که با قورباغه یه همچین قراری گذاشته بوده. روز بعدش وقتی که دختر همراه پدرش که پادشاه بوده و درباریا نشسته بودن دور میز و داشتن غذا میخوردن، یه صدای در میاد. دختر بلند میشه و میره تا در باز میکنه، میبینه قورباغه است.